خیلی‌ها فکر میکنن که رویای حزقیال فقط یک توصیف از یک صحنه شاعرانه است، اما حقیقت اینه که اون رویا معماری کامل جهانهای بالاست. 4 چهره، 4 جهت، 4 ستون پنهان که اگه کنار همدیگه قرار بدی اون 4 تا رو، مسیر کامل آسمون اول تا آسمون هفتم برات آشکار میشه. مسیری که همیشه از دسترس عموم مردم پنهان بوده. سلام، من پگاه هستم. اینجا اتاق 237. توی ویدیوی قبلی راجع به رویای حزقیال و 4 تا چهره‌ای که دیده بود صحبت کردیم. ما فقط به اون عدد 4 پرداختیم، 4 تا ستون رو گفتیم، ولی این رویا فقط همینجا تموم نمیشه، ادامه داره. پشت این 4 تا چهره که در موردش صحبت کردیم چرخهایی هستن که داخل همدیگه میچرخن. یک عرابه وجود داره که از یک مسیر آتشین بالا میره و یک مسیری وجود داره که زمین رو وصل میکنه به آسمانها و 7 آسمون رو طی میکنه. این مسئله‌ایه که برای قرنها عارفای یهودی، جادوگرا و اهالی عرفان مرکابا برای خودشون اون رو نگه داشتن و هیچ وقت نذاشتن مردم دیگه ازشون سر در بیارن. ولی این اصلا دلیل نمیشه که من توش سرک نکشم و با سواد اندک خودم نخوام رمزگشاییشون کنم. توی این ویدیو قراره که مسیر رو چک کنیم و بقیه رویای حزقیال و در ادامه رویای یعقوب رو بررسی کنیم. این ویدیو با ویدیوی قبلی کاملا به هم وصلن و اگر اون ویدیو رو نگاه نکرده باشید ممکنه خیلی چیزا رو اینجا کامل متوجه نشین. توصیه میکنم اول اون ویدیو رو ببینید بعد این ویدیو رو ببینید، ولی من تمام تلاشم رو میکنم که این ویدیو به خودی خودش جالب باشه و بتونه سرگرمتون بکنه. با من همراه باشین. برای مرور یک توضیح کوتاه در مورد رویای حزقیال و عرفان مرکابا که توی ویدیوی قبلی در موردش صحبت کردیم میدم که کسایی که اون ویدیو رو ندیدن متوجه بشن که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. در واقع ما توی ویدیوی قبلی فهمیدیم که حزقیال یک رویایی میبینه و بعدها این رویا میاد پایه‌ای میشه برای یک عرفانی به اسم عرفان مرکابا که مرکابا یعنی عرابه و این عرابه‌ای که تو این رویا دیده میشه فقط یه وسیله برای حمل و نقل نیست، یه وسیله‌ای نیستش که فقط چیزی رو جابجا بکنه. در واقع اون نقشه کامل صعود روح به آسمان‌های بالاتر و لایه‌های بالای آسمان رو میبینه و جزئیات این رویا برای اهالی عرفان مرکابا میشه مسیر صعود روح که میان طبق اون نتیجه میگیرن که چطوری میشه یک انسان از جهان مادی جدا بشه، به جهان معنوی بپیونده، درست مثل حزقیال، و به عرش نور برسه و عرش اعلای الهی رو از نزدیک ببینه. این مسیری که عرفای فرقه مرکابا، عرفان مرکابا برای صعود روح در نظر گرفتن و سالها بعد کابالیستا اومدن تبدیلش کردن به یک چیز درونی به اسم درخت زندگی. در واقع اونم نقشه‌ای از جهان هستیه و به ما میگه که روح چطوری از عالم مادی جدا میشه و به خالق میپیونده و طبق اون یک درختی کشیدن بهش گفتن درخت زندگی و براش چند تا مرحله در نظر گرفتن به اسم سفیرود و با یک سری خطوط این سفیرودها رو به هم وصل کردن که در واقع مسیریه که انسان طی میکنه تا از زمین جهان مادی بکنه و بتونه به عرش اعلی برسه و با خالقش ملاقات کنه. خب توی ویدیوی قبلی کامل و مفصل راجع به اون 4 تا چهره صحبت کردیم. الان دیگه خیلی بهش نمیپردازیم، ازش رد میشیم. بچه‌ها من توی این ویدیو مجبورم که خیلی آیه بخونم و این آیه ها هر کدوم جزئیاتی دارن که اگه من بخوام حفظ بکنمشون و بگم بهتون ممکنه یه سری چیزا رو از قلم بندازم. پس آیه ها رو از روی گوشیم براتون میخونم و بعد با هم بررسیشون میکنیم. خب توی ادامه آیه برمیگرده میگه که و من دیدم که هر کدام از آن 4 موجود چهره شبیه انسان داشتند. چهره شبیه شیر در سمت راست، چهره شبیه گاو در سمت چپ و چهره شبیه عقاب در پشتشان. بدنشان انسانی بود ولی پاهایشان مانند پاهای گوساله، براق و درخشان مانند برنز بود. قبل از اینکه بخوام راجع به آیه صحبت بکنم بهتره یک چیزی رو توضیح بدم بهتون. بچه‌ها من اصلا مفسر مذهبی نیستم و در واقع با فهم اندک خودم در زمینه‌ای که مطالعه زیاد توش کردم یه
برداشتایی دارم که اونا رو باهاتون مطرح میکنم، وگرنه من هیچ ادعایی در این زمینه ندارم. اونم یک کتابی مثل کتاب حزقیال که اولا یک حالت ادبی گونه داره و اینکه خب خیلی حساسه و خیلی متن سنگینی داره و جزئیات عجیبی داره و اصلا در توان من نیست که بخوام مثل یک مفسر مذهبی بازش کنم. فقط چیزایی که خودم ازش میگیرم و بهتون توضیح میدم و اگر کسی چیزی بیشتر از من میدونه یا فکر میکنه من اشتباهی دارم انجام میدم به من بگه، من خیلی خوشحال میشم و اتفاقا سعی میکنم که یاد بگیرم ازش. بقیه هم احتمالاً کامنتشو میخونن و اونها هم یاد میگیرن. خب اگه بخوایم بریم سراغ آیه، اینجا خیلی واضح داره میگه که موجودی که دیده، موجودی که مشاهده کرده بیشتر شبیه انسانه، خیلی انسانگونه است و به نظر من این در واقع میخواد به ما بگه که این چیزی که وجود داره، این مسیری که وجود داره برای انسان قابل فهم و قابل درکه. چیزی نیستش که از ذهن انسان خیلی فراتر بخواد باشه. یک موجود فراتبیعی هست در واقع، ولی یک جوریه که میشه باهاش ارتباط برقرار کرد و برای این اینطوری طراحی شده که انسان بتونه باهاش ارتباط بگیره. بعد خیلی واضح توی قسمت بعدی آیه میبینیم که داره راجع به پاهای اون موجود صحبت میکنه. میگه پاهاش مثل گوسالن و مثل برنز میدرخشن. توی عرفان یهودی و کلا توی فرهنگ یهودیا بچه گوساله نماد قدرت و ثباته و اینکه اون موجود پاش مثل گوساله است در واقع میخواد به ما بگه که این موجود هم میتونه تو دنیای مادی باشه و هم میتونه در دنیای معنوی باشه. چرا تو دنیای معنوی هم میتونه باشه؟ چون داره به ما میگه که جنس پاهای این گوساله از برنزه. بچه ها برنزی که داره به همون میگه در واقع نماد تجلی الهیه، نماد اینه که این موجود فراتبیعیه، یک نوری داره، یک تفاوتی با موجودات عادی داره. پس چی شد؟ با یک موجودی سر و کار داریم که حالت انسانی داره، میتونه در جهان مادی بچرخه، برای ما قابل فهمه و پاهایی داره که به ما نشون میده علاوه بر اینکه در این دنیا میتونه حرکت بکنه، در عالم بالا، در دنیای معنوی، در آسمان ها هم میتونه حرکت بکنه و پس میتونه انسان رو با خودش از زمین به آسمان ها ببره. خب بریم سراغ آیه بعدی. آیه به ما میگه که هر یک از این موجودات 4 چهره، 4 بال داشتن. 2 بال برای حرکت، 2 بال برای پوشاندن بدنشان، بالهایشان به هم چسبیده بود و وقتی حرکت می‌کردند گویی یک موجود واحد هستند. یک اراده، یک فرمان و هماهنگی کامل در عمل. نور از درون بالها ساطع می‌شد و حرکتشان همزمان با نظم و هماهنگی جهان بود. قسمت اول آیه را اگه بخوایم بهش دقت کنیم خیلی واضح داره میگه که این موجود 4 بال داشتش، 2 بال برای پرواز کردن، 2 بال هم برای پوشوندن بدنش. 2 بال برای پرواز کردن که باز خیلی راحت داره به ما میگه که این موجود، این چیزی که حزقیال دیده میتونه در عالم حرکت بکنه. ولی موضوعی که برای من جالب تره میخوام در موردش صحبت بکنم اون 2 بالیه که برای پوشاندن بدن ازش نام برده شد. بچه‌ها این خیلی چیز واضحی رو داره بهمون میگه. داره میگه که قرار نیست تقدس اون موجود کم بشه. در واقع اون موجود حامل رازهای الهیه، یک سری اسراری درون خودش داره که با اون 2 بال مقدس خودش بدنش رو میپوشونه و نمیذاره که انسانها تمام اسرار الهی رو بفهمن. تمام رازهای جهان بالا رو قرار نیست لو بده. فقط بخشی که برای انسان مجازه و خود خدا در نظر گرفته باید به انسان منتقل بشه و قرار نیستش که همه چیز اینجوری توی سینی تقدیم آدم ها بشه. در ادامه داره به ما میگه که این 4 بال به هم وصلن. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه نیروهای کیهانی، این بالها نیروهای کیهانی هن دیگه. اون موجود اصلا یک موجود ماوراییه. میخواد به ما بگه که این نیروهای کیهانی همشون با هم هماهنگن. یک هماهنگی عظیمی بین تمام نیروهای کیهانی وجود داره و به ما بعدش میگه که این موجود یک پارچه حرکت میکنه، همه چیزش با هم هماهنگه. در واقع داره به ما میگه که اگر میخوای صعود بکنی باید روحت به یک هماهنگی برسه، باید به یک تعادل درونی برسی. اون موقع است که میتونی و آماده‌ای که عروج کنی و نور الهی رو دریافت کنی، چه بسا از خودت اون نور رو ساطع بکنی. پس چی شد؟ خود اون موجود نشونگر هماهنگی نیروهای کیهانیه و اینکه یک پارچه حرکت میکنه میخواد به ما بفهمونه که نیازمند اینیم که درونمون کامل هماهنگ باشه، به یک
تعادلی رسیده باشیم تا اصلا آماده این سفر بشیم. این سفر همینجوری هر دنبیلی نیستش که یهو یکی انتخاب بشه بخواد بره. اون آدم حتما باید از لحاظ روحی، از لحاظ درونی به یک آمادگی رسیده باشه. خب فکر میکنم موقع اون رسیده که راجع به چرخهای رویای حزقیال که بهشون میگن اوفانیم و فکر میکنم عکسشو خیلی جاها دیدین صحبت بکنیم. خیلی چیز جالبیه، من خودم از این قسمت خوشم میاد. آیه رو براتون میخونم و سعی میکنیم که بفهمیم داره چی میگه. خب آیه داره به ما میگه که و در کنار هر یک از موجودات چرخهایی بود و هر چرخ در چرخ دیگر قرار داشت. نورشان مانند درخشش برلین بود. وقتی حرکت می‌کردند از هر جهت می‌توانستند بچرخند. هیچ جلو یا عقبی برایشان نبود. چشم‌ها همه جا بودند و در حرکتشان با موجودات هماهنگ بودند. اولین چیزی که نظر آدم رو توی این آیه به خودش جلب می‌کنه اینه که داره میگه که یک سری چرخ داخل چرخ هستن. این یعنی چی؟ یعنی داره به ما میگه که حرکت این چرخ‌ها در هر جهتی که دلشون بخواد اتفاق میفته. یعنی که هیچ کدوم از نیروها فقط برای یک جهت نیست. همه جهات رو میتونه در بر بگیره. در واقع خیلی واضح داره میگه که مسیر صعود انسان به عرش الهی، مسیر رسیدن به خالق اصلا خطی نیست و اصلا ساده نیست. یک مسیریه که از همه جهات میتونه حرکت داشته باشه و حرکت اون عرابه اونطوری که ماها فکر میکنیم ساده نیست. یک مسیر خیلی پیچیده است. خب در ادامه آیه میبینیم که داره راجع به یک چیزی به اسم بریلیم صحبت میکنه که معنیش میشه یک فلز بسیار درخشان و هر موقع اینا دارن راجع به یک چیز خیلی درخشان صحبت میکنن، یهودیا مثل همون برنز درخشان و کلا هر چیز نورانی، چیزی که دارن راجع به صحبت میکنن، منظورشون همون تجلی الهی و کتر و نمیدونم نیروی خدا و اینجور چیزاست. پس بریلی من براتون گفتم و اینکه داره میگه که هیچ جلو و عقبی برای این اوفانیم ها، این چرخهای تو در تو وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی میخواد به ما بگه که آقا جان مسیر حرکت مناسب ذهن شما نیست، یعنی شما متوجهش نمیشین. یه جوری میتونم بگم انگار که زمان و مکان اونجوری خطی و ساده نیست. فرق میکنه کلا جهانی که اون توش حرکت میکنه. بچه‌ها این اوفانیم ها توی فرهنگ یهودی، توی عرفان مرکابا، توی کابالیستا نماد نظم کیهانی هستن و توی آیه میبینیم که داره میگه که روی این چرخ‌ها چشم وجود داره. اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که خب اینا دارن نظارت میکنن، پس نماد آگاهی کاملشونه، یعنی با یک اراده‌ای حرکت میکنن و آگاهانه از کاری که میکنن. دومین چیزی که به ذهن آدم میرسه داره به ما میگه که این چرخ‌ها خودشون یک موجودات زنده‌ای هستن، یعنی برای خودشون موجودی هستن، فقط چرخ نیستن برای اون عرابه. و خب ما میدونیم دیگه اوفانیم هم دیگه خیلی معروفه و نگاه میکنن ما رو و با تصمیم خودشون حرکت میکنن. من به اوفانیم ها که نگاه میکنم یاد خیلی چیزا میافتم. یاد مدل اتم ها توی مدرسه که بهمون یاد میدادن میافتم، یاد حرکت ستاره ها میافتم، مدارشون و اینجور چیزا، و احساس میکنم که خیلی موجودات خفنی هستن واقعا. میخوام یه پرش کوچولو بزنم و یه مقداری از آیه ها رو رد کنم و برسم به جایی که عرابه حرکت میکنه و در مورد اون قسمت صحبت بکنیم. خب اینجا آیه میگه که وقتی موجودات حرکت میکردن صدای مانند صدای آبشاری عظیم به گوش میرسید، چنان که گویی کل جهان در حال جنبش و لرزش است. این حرکت و صدای مهیب نشانه قدرت و عظمت عرابه بود. راجع به این آبشاری که داره صحبت میکنه، اگر خدا عمری به من بده و بخوام این سبک رو ادامه بدم براتون خیلی صحبت میکنم. یعنی انقدر میشه به نظریه‌های مدرن پیوندش بدیم، خصوصا به این نظریه‌های زمین تخت‌گرا و این سیستمو، انقدر میشه به اینجور چیزا ربطش داد که میشه 10 تا ویدیو ازش ساخت. ولی من الان فقط میخوام از جنبه عرفانی به موضوع نگاه کنم. در واقع داره میگه که یک صدایی به گوش میرسه که حس ترس منتقل میکنه. میخواد به ما بگه که این حالت یک حالت غیر طبیعیه، یک حالت ماوراییه و برای انسان چیز آشنایی نیست. آدم ها ازش میترسن و وقتی که میگه همه جا میلرزه میخواد بگه که تمام ارکانی که در دنیا وجود دارن، تمام چیزهایی که در کیهان وجود دارن با همدیگه هماهنگن که وقتی این عرابه حرکت میکنه تمام اینا در هماهنگی با اون به لرزه در میان در واقع. و داره به ما میگه که این مسیر یک اتفاق خیلی عظیمی رو داره رقم میزنه و همه اینا نشانه قدرت الهیه. بعدها توی کابالا
این عرفان عرابه، این مسیر، این چرخها، این داستانا همشون تبدیل شدن به درخت زندگی و سفیروتاش، مسیری که باید انسان طی کنه، از جهان مادی جدا بشه و به عرش الهی برسه. خب بریم سراغ بقیهش. در جلوتر آیه میگه و بالای آن ماشین عظیم چیزی شبیه عرش دیدم، ساخته شده از سنگ یاقوت کبود، درخشان و خالص. در بالای آن شکلی شبیه انسان بر تخت نشسته بود و نور و جلال از اطرافش میتابید. خب نگاه میکنیم اول آیه داره مستقیما میگه که چیزی دیدم که شبیه عرشه. یعنی چی؟ یعنی یک تصویری دیده که با خودش فکر کرده که احتمالاً همه فرمانها از اینجا صادر میشه. یک مرکز فرماندهی دیده دیگه. وقتی که میگه شبیه عرشه یعنی چیزی رو دیده که احساس کرده مرکز اصلی قدرت اونجا قرار داره. بعد میاد اشاره میکنه به یک کلمه به اسم یاقوت کبود. توی فرهنگ یهودی، توی مرکابا، توی کابالا، یاقوت کبود در واقع به آسمانی اشاره میکنه که آسمان خالصه. آسمان خالص یعنی چی؟ یعنی جایی که نور الهی میتونه اونجا قرار داشته باشه، نور خالص میتونه اونجا قرار داشته باشه. یعنی یک چیزیه که فرای دنیای مادیه. در واقع اینجای آیه داره به ما میگه که اون عرش در دنیای بالا قرار داشت، هیچ ربطی به دنیای مادی نداشت و در دنیای معنویات جا داشت. و در ادامه میاد میگه که یک چیزی شبیه انسان اونجا دیده. هر موقع بچه‌ها دارن راجع به یک چیزی شبیه انسان صحبت میکنن میگن یک چیزی شبیه انسان دیدیم، چهره انسانی داشت، بدن انسانی داشت، میخوام بگن که این قابل فهم و درک برای آدم هست. پس چی شد؟ در اون دنیایی که ربطی به مادیات نداشت، دنیای معنوی بود، یک موجودی شبیه انسان وجود داشت که برای انسان قابل درک میتونست باشه. بعدها کابالیستا آمدن گفتن که این چیزی که حزقیال داشته میدیده در واقع کتر یا همون تاج الهی بوده و اون مستقیما داشته به کتر نگاه میکرده. خب میرسیم به جای جالب ماجرا. همه این اتفاقایی که حزقیال دید، 4 چهره، 4 تا موجود، بالهاشون که به هم وصل بودن، بدنشون که پوشونده بودن، نمیدونم اون چرخ‌ها و فانیم هایی که دیده بود، اون عرشی که دیده بود، همه اینا مثل یک نقشه بود. یک سوال این وسط به وجود میاد که چطور میشه به اونجا برسیم؟ مسیر صعود مستقیما چیه؟ چجوری میشه عروج کرد؟ و برای فهمیدن این سوال باید بریم سراغ یک خواب قدیمی تر و برگردیم طبق معمول به سفر پیدایش. بعد بریم سراغ رویای یعقوب، خواب یعقوب که خب توی سفر آفرینش خیلی با جزئیات برامون گفتن. منم پرپیمون براتون میگم، هم به خاطر اینکه خیلی مرتبطه به این داستان، هم به خاطر اینکه خودم این داستانو خیلی دوست دارم، هم به خاطر اینکه کلا داستانای سفر پیدایش خیلی جالبه دیگه، خیلی باحاله و واقعا هم ربط داره به این مسئله. یه عده‌ای میگن ربط نداره که اون یه عده به نظر من هیچی واقعا سرشون نمیشه از این موضوعات، خیلی واضحه. خب در واقع اسحاق پدر یعقوب یک همسری داشت به اسم رفقه یا همون ربکای خودمون. ربکا 2 قلو باردار میشه و وقتی که بارداره میاد یک رویایی میبینه، در واقع یک چیزی بهش الهام میشه و انگار که یک وحیی بهش میشه. اگر بخوام آیه رو فارسی ترجمه کنم مثل اینه که بگیم که انگار بهش الهام میشه که در شکم تو 2 تا ملت خواهند بود و بزرگتر خدمتگزار کوچیکتر میشه. خب این اصلا یعنی چی؟ یک رسمی در خاندان ابراهیمی وجود داره، یعنی در نسل مستقیمی که بعد از ابراهیم میاد. اسحاق فرزند ابراهیم دیگه. اصل خیلی محکمی در این خانواده وجود داره، یعنی باید خیلی بهش پایبند باشن، به اسم اصل نخست زادگی. اصل نخست زادگی چیه بچه‌ها؟ در واقع میاد میگه که فرزند اول 2 برابر بقیه فرزندا ارث میبره. اگر پدر خانواده فوت بکنه اون فرزند اوله که میشه رئیس قبیله. و یک نکته خیلی مهمی وجود داره که باید براشون خیلی با ارزش هم باشه و اون اینه که اون رحمت ابراهیمی رو اون از پدرش دریافت میکنه. به زبان ساده اونه که بعد از پدرش پیامبر میشه. خب همونطوری که گفتم مادر یعقوب 2 قلو باردار بود، یعنی که یعقوب یک جفت دیگه هم داشت که اسمش عیسو بود و در همون زمان بارداری به خاطر اون وحیی که شده بود به رفقه، اون میدونستش که این یعقوبه که بعد رحمت ابراهیمی رو دریافت بکنه. چرا؟ چون عیسو اول به دنیا میاد که برادر یعقوب بوده، بعد یعقوب به دنیا میاد. خب زمان میگذره و این 2 نفر بزرگ میشن، این 2 قلو یعقوب و عیسو بزرگ میشن و عیسو کلا یک آدم
بیخیالی بوده، یه آدم زمختی بوده، نه که بد باشه ها، از نظر من اینا چیزاییه که توی خود کتاب هست. میگه که اون شکارچی بوده، زمخت بوده، خیلی اینجور چیزا براش اهمیت نداشته، خیلی بچه خانواده هم گویا نبوده. یک روز که از شکار برمیگشته میاد پیش یعقوب، میبینه که یعقوب داره یک عدسی بر خودش درست میکنه، یک خوراکی قرمز بر خودش درست میکنه. به یعقوب میگه که میشه از این خوراکی به من بدی، من دارم از گرسنگی میمیرم. یعقوب برمیگرده بهش میگه که اگه نخستادگی تو به من بدی، آره از خوراکیم بهت میدم. و اونجا عیسی برمیگرده میگه که باشه بابا، برای تو، برای من اصلا مهم نیستش که من دارم از گرسنگی میمیرم. طبق کتاب مقدس بچه‌ها، انگار که عیسی اینجا حق نخستادگی رو حقیر میشماره، انگار که براش مهم نبوده و تمام امتیازات مادی و معنوی این حق رو بی ارزش میکنه و اون رو از دست میده. ممکنه الان با خودتون بگین که واقعا الان گرسنش بود، یه چیزی گفت دیگه، چه سختگیریه. ولی بعد بهتون میگم که نه، بعد به رسم و رسوم جایی که اون داره توی زندگی میکنه دقت بکنیم. توی خاندان ابراهیمی این برکت ابراهیمی که قراره از پدر به فرزند به ارث برسه، در واقع اون رو پیامبر میکنه. این موضوع باید انقدر برای اون آدم مهم باشه که ثانیه‌ای از ذهنش جدا نشه، سر این موضوع شوخی نکنه، سر این موضوع بی اهمیت رفتار نکنه. و میبینیم که این کاریه که داره عیسی انجام میده و اتفاقا این یعقوبه که تمام فکر و ذکرش این برکت ابراهیمیه و عیسی خیلی کار خاصی برای این موضوع انجام نمیده. البته این فقط تنها موضوعی نیستش که برای عیسی مشکل ساز بوده. یه مشکل دیگه هم داره که از نظر من یه مقداری خاله زنکیه. چقدر خاله زنکی لفظ بدیه، عمو مردکیه. حالا به هر حال هرچی، داستان عجیب دیگه ای هم پشتش هست، ولی خب توجیه الهی هم داره در واقع. حالا که فکر کنم خیلی هم مسخره نیست، نه اتفاقا تاثیرگذاره. سارا و ابراهیم میان با هم تصمیم میگیرن که هیچ وقت نذارن از قوم دیگه، از خاندان دیگه کسی وارد خاندانشون بشه. در واقع میخواستن تقدس خونیشون رو حفظ بکنن، نذارن خونه دیگه وارد این خونه مقدسی که خداوند بهشون داده بشه. به خاطر همین ممنوعیت ازدواج با اقوام دیگر رو در نظر میگرفتن و این جناب عیسی نه یه دونه بلکه 2 زن کنعانی داشت و بچه‌ها کنعانی‌ها اون موقع بت پرست بودن و ربکا اصلا این موضوع رو دوست نداشت که 2 عروس کنعانی داره و این عروس‌ها اتفاقا دردسرم خیلی درست می‌کردن و ربکا اصلا این موضوع رو دوست نداشته. اینجاش یه مقدار خاله زنکیه، انگار که عروسا رو دوست نداشته، اونه که پسر رو دوست داشته و اینا. حالا هیچی از این بگذریم. اگه بخوایم توجیه الهیشو در نظر بگیریم، حتی اون تقدس خونی رو هم بذاریم کنار، وارد شدن فرهنگ کنعانی به خط خونی ابراهیمی خیلی احتمال داشت جادوی کنعانی ها و بت پرستیشون رو وارد این خاندان بکنه، به خاطر اینکه کنعانی ها اون موقع به شدت بت پرست بودن و بت معروفی که ازشون میشناسین همتون، احتمالاً نیاز نیست من بگم، بل بوده. اونا خیلی جدی بل رو میپرستیدن. خب خیلی دیگه طولش هم ندم. در واقع اسحاق پیر میشه و هنگامی که داشته از دنیا میرفته نابینا بوده. به خاطر همین ربکا میاد به یعقوب میگه که الان که حال پدرت بده، بیا برو پیشش و خودت تو عیسی جا بزن و برکت ابراهیمی رو بگیر و پیامبر شو. این اتفاق هم میفته. یعقوب میره خودش رو عیسی جا میزنه و پیامبر میشه. خب چند تا سوال اینجا پیش میاد. اینکه خب چرا خدا دخالت نکرد؟ چرا وحی نکرد به اسحاق که خب این یعقوب عیسی نیست؟ جوابش اینه که احتمالاً از نظر خداوند عیسی شایسته نبوده و اصلا به خاطر همون بوده که وحی شده بوده به ربکا که این بچته که لایق تره. سوال دوم، یعقوب رسما تقلب کرد؟ جواب بله، تقلب کرد. سوال سوم، آیا این کار اخلاقیه؟ جواب خیر، نه، اخلاقی نیست. و این همون مسئله‌ایه که یهودی‌ها رو یک مقداری با بقیه جدا میکنه. یهودی‌ها معتقدن که قهرمانانشون، پیامبرانشون، قدیسانشون انسانن و انسان میتونه مرتکب گناه بشه، میتونه اشتباه بکنه، میتونه هر اتفاقی براش بیفته، میتونه حسادت بکنه، هر چیزی. ولی این باطن الهیه که مسیر رو حفظ میکنه، باعث میشه اون چیزی که سرنوشت بوده، از پیش رقم خورده بوده، پیش بره. و در واقع همین خطاهای انسانی هم اراده الهی هن که اون مسیری که از قبل قرار بوده طی بشه. بگذاریم، من در جایگاهی نیستم که بخوام همچین چیزی رو قضاوت بکنم، ولی بعد بهتون بگم که بین خود عرفای یهودی هم یه سری اختلاف نظر در مورد این زمینه که
ما صحبت کردیم در موردش وجود داره، ولی خب خیلی به داستان ما ربط نداره، ازش رد میشیم. عیسو برمیگرده و میفهمه که چه کلاه بزرگی سرش رفته و قدری عصبانی میشه در حد جنون که برمیگرده میگه که من یعقوبو میکشم. یعقوبم که میدونسته هیچ شانسی در قبال عیسو نداره، عیسو خیلی آدم قوی و زمختی بوده، به خاطر همین سعی میکنه که فرار کنه از اون منطقه. جدا از این مسئله مادرش بهش گفته بوده که از اون منطقه‌ای که زندگی میکردن یعنی کنعان بره و از قوم خودشون یک زنی پیدا کنه و باهاش ازدواج کنه. پس یعقوب شروع میکنه رفتن از کنعان. همینطوری که داشته میرفته میرسه به یک بیابانی به اسم مکوم. این بیابان یعنی اسمش یعنی جای مقدس، جای خیلی معروفیه. یعقوب داشته تو این بیابان راه میرفته که احساس خستگی خیلی شدیدی میکنه، احساس میکنه باید همین الان بخوابه. یک بالشی رو برمیداره، یک تیکه سنگی رو برمیداره در شب و مثل بالش میذاره زیر سرش و میخوابه و اونجا رویایی رو میبینه که ما این همه داستان گفتیم که بهش برسیم. متن کتاب مقدس دقیقاً اینو میگه و دید نردبانی بر زمین برجاست و سر آن تا آسمان میرسد و فرشتگان خدا از آن بالا میروند و پایین میآیند. بچه‌ها دقت کنید چقدر واضحه همه چی. یک نردبانی هست که روی زمینه، یعنی از ملکوته، بعد میره به آسمان، میرسه به کتر، یعنی مستقیما از ملکوت میشه رسید به کتر. یک سری فرشته دارن میرن بالا، یعنی میشه عروج کرد به کتر، بعد اونجا جواب میگیرن، برمیگردن پایین و میشه از اون مسیر برگشت. خیلی همه چیز واضحه. بعد یعقوب یک چیز خیلی عجیب تر میبینه. طبق خود کتاب مقدس میبینه که بالای نردبون خداوند ایستاده. بعد یعقوب یک صدایی میشنوه که خدا بهش میگه که زمینی که روی آن خوابیدی را به تو میبخشم، من با تو هستم، تو را نگه میدارم و تو را باز میگردانم. کابالیستا طبق این آیه‌ای که براتون خوندم معتقدن که اینجا خود خداوند داره مشخصا میگه که این نردبان وجود داره، نردبانی که زمین رو به آسمون وصل میکنه. و یه اتفاق خیلی جالبی داره میفته این وسط. یعقوب از خواب بیدار میشه، برمیگرده میگه که این زمین خانه خداست و اون دروازه آسمانه. بچه‌ها در کابالا دروازه آسمان کجاست؟ یسود. آفرین. خیلی دیگه همه چیز روشن شد نه؟ در واقع زمین که ملکوته، اون نردبانه هستش. خود یعقوب داره راجع به دروازه آسمان صحبت میکنه، داره راجع به سفیروت یسود صحبت میکنه، جایی که جهان مادی و جهان معنوی از هم جدا میشه و جهان بالا شروع میشه. بعد از اون نردبان رسیده بود به آسمان، آسمانی که مرکز نور بود. مرکز نور کجا بود؟ توی درخت زندگی. آفرین. سفیروت تفیرت بود. و بعد از اون خدا دیده میشه. خدا کجا دیده میشه؟ خدا در کتر دیده میشه. پس میبینیم که مستقیم میشه از ملکوت رفت یسود، از یسود رفت تیفرت و از تیفرت رسید به کتر. همون ستونی بود که توی ویدیوی قبلی بهتون گفتم، ستون میانی درخت زندگیه، بهش نردبان یعقوب هم میگن. فکر کنم الان متوجه شده باشین چرا بهش میگن نردبان یعقوب. خب پس چی شد؟ چیزی شد که من همش دارم از اول ویدیوی کابالا بهتون میگم. حزقیال مقصد رو دید، یعقوبم که مسیر رو دید و این شد منشأ پیدایش کابالا و چیزی که ما الان به عنوان درخت زندگی میشناسیم. میخواستم وصلش بکنم به 7 آسمان، شروع کنم مرحله ها رو گفتن، ولی خیلی ویدیو طولانی میشه، دوست ندارم این کار بکنم. دوست دارم ویدیویی که در مورد 7 آسمان میسازم به قدری کامل باشه که شما فکر کنین دارین یک بازی کامپیوتری رو نگاه میکنین و ازش لذت ببرین، چون به نظر خودم ارزشش رو داره. میدونم دوباره راجع بهشون صحبت کردم، ولی ویدیویی که دفعه بعدی در مورد کابالا بسازم مراحل عبور از آسمان ها رو میسازم. یه چیزی تو مایه های این بازی های بکروم و اینا در میاد، در واقع انقدر پیچیده و قشنگه. اگه دوست دارین بلافاصله این ویدیو رو براتون بسازم به هم پیغام بدید، برام کامنت بذارین، حتما اینو انجام میدم. اگه هم نکه میریم سراغ شیاطین خودمون. برام پیغام بذارین، کامنت بذارین تا بدونم که چیو بیشتر دوست دارین. من هر دوشو خیلی دوست دارم. فکر میکنم که بهتره کم کم ویدیو امروز رو تموم بکنم و دوست دارم نظرتون رو راجع به داستان یعقوب و حق نخستادگی و اینکه اصلا حق کی بود چی بود رو بدونم. علل خصوص که این داستان بار اول و بار آخر هم نیستش که اتفاق افتاده. میتونم براتون حضرت اسماعیل رو مثال بزنم. حضرت اسماعیل فرزند رسمی کنیز سارا، همسر حضرت ابراهیم بوده که سارا در اون زمان نازا بوده. پس
خیلی قانونی اسماعیل فرزند نخست حضرت ابراهیمه، ولی میدونیم که این حق ابراهیمی رو دادن به اسحاق و این ماجراهایی که پیش اومده. اصلا در مورد بچه های حضرت یعقوب هم یک داستانهای عجیبی وجود داره. مثلا میدونیم که داستان لاوی و داستان یوسف و یهودا و اینا که اصلا بماند، فرزند اول یعقوب اسمش ریوبن بوده و اصلا اسمی ازش شنیده نمیشه، اصلا خیلی حساب نیست. البته بماند که به یک خانمی به اسم بلیه که کنیز مادرش لعا بوده کرده بوده و کلن یعقوب دوستش نداشته. به هر حال این داستانا خیلی اینجا تکرار میشن و خیلی برای من جالبن که چقدر زناشون تاثیر داشتن تو این ماجراها، چه اتفاقایی میافتاده، دروغ توش بوده، نمیدونم نادیده گرفتن توش بوده، حسادت توش بوده. و دوست دارم که در مورد این موضوع برام کامنت بذارین و اگر چیز بیشتری بلدین به من یاد بدین. طبق معمول ازتون میخوام که ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم فعال کنین. همچنان پگاه هستم تا ویدیو بعدی.